سلام علیکم، به اولین ویدیوی ما خوش آمدید. در این ویدیو میخوایم درباره حروف الفبای آلمانی حرف بزنیم، تفاوت‌هایشان با حروف‌های زبان انگلیسی بگوییم و چی رقم تلفظ میشه. زبان آلمانی که هست 24 تا حروف داره که 24 تا حروف تا دو گروه تقسیم میشه که حالا با دانه دانه برشان میپردازیم. حروف باش مثل زبان انگلیسی از ای شروع میشه، اما تلفظش فرق داره که در زبان آلمانی آ تلفظ میشه، B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y و Z هست. این از کتگوری اولشان است که در این دسته تقسیم میشه و بعد از این که هست حروف های املت دار که نقطه دارن که حروف املت دار که هست 3 تا می باشه که A از 2 تا نقطه بالای سر خود داره، O از 2 تا نقطه بالای سر خود داره و U از 2 تا نقطه بالای سر خود داره که بعضی از کلمه های زبان آلمانی که هست به جای آ یا او یا یو ساده از این حروف ها نوشته میشه. و طور مثال das Mädchen، او دختر که هست با آی املت دار نوشته میشه، یا مثلا میخواهید بگویید زیبا شن که هست با اوی 2 نقطه نوشته میشه، اوی املت دار، یا او به بالا که همراه اوی نقطه دار نوشته میشه و خیلی کلمات دیگری هستن که این رقمی از این املت دار استفاده میشه و با این حروفا که هست نوشته میشه که این دو گروه زبان آلمانی است که حروفاش در این دو گروه تقسیم میشه. حروفای ساده که در اینجا براتون تلفظ شه براتون گفتم و حروفهای املت دار یا املت بوخشتاب. این بود از درس اول. خدا کنه خوشتان باشه تا درس بعدی. خدا نگهدارتان.